کارمندان پلیس روز سه‌شنبه 26 سپتامبر چند زن سعودی را در بازار و خانه زیستشان وادار کردند تا حجابشان را از سر بدر کنند. این اقدام در پی ریدی مقامات در شهر خوجند صورت گرفته است. محبت دولتova ساکن شهر خوجند میگوید او را نیمروزی در یک دکان متافروشی بازار پنجشنبه دو کارمند پلیس و دو زن برای حجاب در بر کردنش با لحن تند سرزنش کردند و خواستند همراه آنها به شعبه کارهای داخلی برود. خانم دولتova میگوید بعد آنکه دعوت آنها را رد کرد و سبب پرسید، آنها طلب کردند که حجابش را به طور دیگر بندد. کشایو اینجا کشادگی باشد. در اتوشان داشتن همین گفتن سر لباس ملی خودمون این خیلی گفته اما معیار ملیته خودش خیلی گفتن. خانم دولتova همچنین گفت مقامات او را تهدید کردند که به اداره کارهای داخلی دعوت میکنند و بیانات میگیرند که چرا از امر آنها سرپیچی میکند. او را قبلا هم ماه ایول امسال در بازار اتوش ناحیه غفوروف کارمندان پلیس داشته به طور دیگر بستن روسریش را طلب کردند و خانم دولتova به دادستانی کلی تاجیکستان از پامال شدن حقوق دینیش برای دربر کردن لباس مذهبی شکایت برده است. در پاسخ دادستانی غفوروف به خانم دولتova که چرا کارمندان مقامات او را به کشیدن حجابش دستور دادند گفته شده است که برای راه اندازی کارهای فهماندهی وابسته به وضع سیاسی و اجتماعی، آداب معاشرت، رعایت عنعنه‌های ملی لباسپوشی، سیمای ظاهری و رفتار مناسب شهروندان در نزد حکومت این ناحیه یک کمیسیه دائما عمل کننده تأسیس داده شده است و در مناسبت آنها نسبت به دولتova سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی صورت نگرفته، همچنین در عمل آنها کردار ضدی حقوقی نیز جای ندارد. ریدی مقامات در پی قبول اصلاح قانون تنظیم و همین طور قانونی شدن لباس ملی در ماه اوگوست صورت میگیرد. در ماه اوگوست در شهر دوشنبه رید یا معرکه مخصوصی به گفته مقامات فهماندهی فرهنگ ملی لباسپوشی دایر شد که با 8000 زن حجاب پوش صحبت ها انجام دادند. به گفته مقامات قریب 90% این زنها راضی شدند که از پوشیدن لباس مذهبی دست کشیده به لباس ملی رو آرند.